سلام و درود خوبان ارجمند. فعلا در آرامگاه احمد ظاهر، اسطوره بی بدیل و بی همتای موسیقی افغانستان قرار داریم. احمد ظاهر فقط برای من یک هنرمند و آوازخوان و اسطوره هنر نبود، بل احمد ظاهر یک نوستالژی بود، نوستالژی از روزهای خوب دیارمان. فعلا میخوام یکی از سروده های خود را در آرامگاه احمد ظاهر به خوانش بگیرم. اسم اثر هست، اسم غزل هست دیار شکسته. دیار شکسته یک روایت اوریان و تکان دهنده از جغرافیای ماست. یاد خسته از گلوگاه سرزمینی که سنگین ترین فصل خفقان خود را تجربه میکند. دیار شکسته. در این دیار خسته نفس در تنگنا شکست، فریاد در دهان شب یغما شکست. بر سنگ فرش سرد رد استخوان ماست، هر واژه در هجوم سکوت رسا شکست. قانون شب به نام ستم مهر تازه زد، بر لهو عدل قامت صد ادعا شکست. مکتب بدار رفت و قلم مسلوب شد، دانش میان تیغ جهل بی صدا شکست. بر سفره های خالی این خاک بی نصیب، دندان گرسنگی بر روی هوا شکست. خشت نخست جهل و تعصب کی برنهاد، دیوار خانه بر سر خلق بی نوا شکست. اما میان این همه خاموشی که بود، بغض گدازه گشت و سد انزوا شکست. پایا مستدام بمانید. بدرود.